سلام، امروز میخوایم با هم یه رول دارچینی پاییزه درست کنیم. بریم تو کارش. اول از همه شکر و کره ذوب شده و شیر و مخمر و یک دونه تخم مرغ رو با هم دیگه میکس میکنیم که متاسفانه اینجا ویدیوی من ضبط نشده بود. و بعد بهش یک کوچولو نمک میزنیم و 2.5 لیوان آرد هم کم کم توی موادمون الک میکنیم و هم میزنیم تا خمیرمون یک کوچولو سفت و منسجم بشه. بچه ها اگر این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستاتون هم بفرستید. ممنونم. و بعد که خمیرمون اینطوری حالت سفت شد با دست 10 دقیقه یک رو بهش ورز میدیم و همینطور که میبینید یک کوچولو با آرد هی دور و برش رو میگیریم تا خمیرمون کامل یک دست بشه. و بعد هم چونه میکنیم و میذاریم داخل ظرفمون و روش سلفون میکشیم و میذاریم 2 ساعت استراحت کنه. بچه ها این رول دارچینی واقعا خوشمزه است، مخصوصا واسه روزای خنک پاییز خیلی حال میده. حتما امتحانش کنید و نظرتون هم برای من کامنت کنید. بچه ها مقدار دقیق و طرز تهیه‌اش کامل توی دیسکریپشن براتون مینویسم، حتما بخونیدش. و بعد از 2 ساعت خمیرمون رو میاریم روی مت سیلیکونیمون با وردن کامل باز میکنیم خمیرمون رو. و بعد بهش کره ذوب شده میزنیم و با فرچه همه جای خمیرمون رو کره مالی میکنیم. و در اینجا من شکر قهوه‌ای زدم روی خمیر رو کامل با شکر قهوه‌ای پوشوندم همه جاهاشو و بعدش هم بهش پودر دارچین زدم. پودر دارچینم کامل همه جای خمیر ریختم و بعدش رولش میکنیم خمیرمونو و وقتی رول شد برشش میدیم. اگر نخ دندون داشتید که با نخ دندون میتونین برش بدین، اگر هم نداشتید اشکالی نداره، با چاقو هم میتونید این کار انجام بدید. و کف قالبمونم مجدد با کره دور تا دورش رو چرب میکنیم تا وقتی که برش میزنیم خمیرمون رو بذاریم داخل ظرفمون. و بچه ها اینجا هم باید بذارید یه نیم ساعت استراحت بکنه تا پف نهایی رو خمیرمون بکنه و بعدش میذاریم داخل فر از قبل گرم شده با دمای 175 درجه به مدت 25 دقیقه کافیه. بازم بسته به فرتون دیگه نگاه بکنید، هر موقع دیدین خمیرش پخته شده برش دارید. در همون حین که رولای دارچینیمون رو گذاشتیم بپزن میریم که سس رویش هم درست بکنیم. از پنیر خامه‌ای بدون نمک استفاده میکنم. یک کوچولو پنیر خامه‌ای بدون نمک میزنم. بهش پودر قند رو اضافه میکنم. 2 قاشق غذاخوری هم شیر میزنیم. و 1 قاشق چایخوری هم وانیل یا عصاره وانیل هر کدومو داشتید استفاده میکنیم. و در نهایت هم 2 قاشق مجدد بهش کره ذوب شده میزنیم و مواد رو کامل هم میزنیم تا یک دست بشه. و وقتی که رولمون پخت و از فر آوردیم بیرون همونطور که داغ بود سس رو میریزیم روش و نوش جان میکنیم.